سحر و جادو باید زندگی خودشون رو تغییر بدن. اعتقاد این افراد بر اینه که سحر و جادو این قابلیت رو داره که به راحتی ثروت، سلامتی و قدرت رو در اختیارشون قرار بده. اما از این واقعیت غافلند. در ماورا هر چیزی بهایی سنگین داره و گاهی این بها به قدری سنگینه که اصلاً ارزش به دست آوردن اون مزیت رو نخواهد داشت. و یا بسیاری از افراد در جهت آسیب رسوندن به دیگران و بدون در نظر گرفتن کاربای کارشون از این اوراد استفاده میکنن که نتیجه به شدت بدی در گذر زمان براشون خواهد داشت. آیا به راستی سحر و جادو تا چه اندازه میتونن در زندگی ما مؤثر باشند؟ باید بدونید که اسحار واقعاً اثرگذار هستند و میتونن کارهایی رو انجام بدن. برای همین هم هست که خیلیا وسوسه میشن اما این رو نمیدونن که این اثر کاملا موقته. در واقع زمانی که اثر سحر معکوس میشه، نه تنها سحر قابلیت خودش رو از دست میده، بلکه شروعی برای اتفاقات ناگوار در زندگی